سلام رفقا، امروز اومدم با یه ویدیوی خیلی کاربردی که چطور توی اسطورسا قسمت آفلاین ترافیک بذاریم، اونم یک ترافیک سبک ولی ترافیک خیلی خوب و جالب و بتونم سنگینش کنیم. بریم سراغ آموزش. بچه‌ها یه فایل من داخل کانال تلگرام میذارم به اسم ترافیک رو که باز کنید دو تا دونه فایل رر میبینید، AC و SRP. بعد از اینکه این دوتا رو استخراج کردید از اینجا میایم بیرون و داخل استیم من میرم لایبرری و اینجا استیم منیج رو میزنم و میرم داخل فایل های بازی. اینجا الان فایل های بازیه. وقتی اومدم اینجا برای اولیش من ببینید بیام تو اینجا، اول باید AC رو بریزیم. اگه اول SRP رو ما بریزیم ماشین ها همه یک شکل هم، فقط رنگاشون فرق داره، ولی وقتی اول AC رو بریزیم ماشین های متفاوتی هم بهش اضافه میشه. من بهتون نشون میدم. پس اول AC رو باز میکنیم، یه فایل داره به اسم CSV ترافیک تول. اینو میگیرید کپی میکنید، کل همینو کپی میکنید، میرید تو فایل بازی. فایل بازی که اومدید میرید قسمت اکستنشن و قسمت لا و قسمت تولز. البته اینجا همون دقیقا فایلی که اونجاست اینجا هم داریم. پس میایم اینو اینجا پیست میکنیم، دسترسی جایگذاری هم بهش میدیم و این الان اینجا ذخیره شد. این که تموم شد میایم عقب، برمیگردیم به همون صفحه اصلی. یه فایل دیگه هم بوده به اسم SRP. میریم داخل SRP یک سری فایل ها میبینیم که اینا مخصوص مپ شودوکوه. اینا همه رو با هم انتخاب میکنیم، کپی میکنیم و میریم داخل فایل های بازی. اینجا میریم قسمت کانتنت، قسمت ترکس و مپ شوتوکو نسخه بتا. اوکی، میریم داخل و دقیقا همون فایل هم باز اینجا میبینیم، پیستش میکنیم، دسترسی رو بهش میدیم و میبینید که اینا هم رفت. تموم شد. ترافیک ما الان اعمال شد و بریم داخل بازی تا براتون تستش کنم. بچه من قبلش نکته بگم، همه مپا رو نمیتونید بازی کنید. بعضی از فایلای شودوکویی که دانلود میکنید تعداد مپاش خیلی زیاده، گیج میشید. من براتون یه دونه لینک دانلود گذاشتم داخل کانال تلگرامم که فقط برای دانلود مپ شودوکوه و برید از اونجا دانلود کنید و تمام مپاش میتونید بازی کنید. بعد این مپا انتخاب میکنم و میرم تو بازی. خب رفقا الان وارد بازی شدم، استارت رو میزنم و بذارید خورده ماشین رو ببرم اون ورتر پارک کنم. قبل از اینکه این فیلم رو ضبط کنم من ترافیک رو فعال کردم ولی باز بهتون یاد میدم. کلید ترکیبی کنترل ام رو بزنید تا موس فعال بشه. بعدش موس رو ببرید سمت راست تا یه همچین صفحه بیاره. اون مربع شکل بالا رو بزنید و این صفحه رو بکشید پایین تا به آبجکت برسید. آبجکت رو که زدید قسمت تولزش رو کلیک کنید و قسمت ترافیک پلنر رو بزنید. اینجا الان وقتی اینو زدید برای شما ترافیک فعال شده و اینجا میتونید تنظیمات مثل تعداد ماشین و سرعت ماشین رو اعمال کنید و صدا رو بزنید و برید از بازیتون لذت ببرید. رفقا اگه میخواستید همین ویدیو رو از یک کانال خارجی ببینید، معمولا به شما میگفتن که آقا برید یک سری فایل ها که تقریبا 1-2 گیگ حجمشه رو نصب کنید و شما رو در نظر مینداختن تا آخرش به ترافیک شبیه به این برسید. ولی خب من با حجمی کمتر از 25 مگ شما رو به همچین ترافیکی رسوندم. مرسی از اینکه ویدیو رو تماشا کردید. اگه علاقه‌مند هستید فرمون بازی یاد بگیرید بسازید، تو کانالم قرار دادم، میتونید بسازید کیف کنید. من خودم دارم با فرمون بازی میکنم. بسازید و کیف کنید و از من حمایت کنید و لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. تا دیدار دیگر، بدرود.